و خب این همه چیز رو عوض کرده. خیلی جالبه. پس اگه مسیر خطی نیست، ما چطوری تو این آشفتگی راه خودمون رو پیدا میکنیم؟ خوش اومدید. امروز خب میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یه چیزی که هممون هر روز باش سر و کار داریم. این که چطوری آنلاین خرید میکنیم. میدونید منابعمون هم تحقیقات گوگل هست و هم متخصصای علوم رفتاری به اسم The Behavioral Architects. میخوایم ببینیم واقعا چی تو سر ما میگذره موقع خرید آنلاین. حتما براتون پیش اومده دیگه. میخوای یه چیز ساده بخری ولی ساعتها تو اینترنت میچرخی. بین کلی گزینه گیر میکنی. آخرش هم شاید ندونی کدوم بهتره. به این مسیر پیچیده از همون لحظه‌ای که حس میکنی یه چیزی لازم داری تا وقتی دکمه خریدو میزنی میگن مسی میدل و واقعا هم آشفته است. کلی اطلاعات، نظرات مختلف، انتخاب‌های جوراجور. دقیقاً. و این مسی میدل خیلی مهمه، چون راستش اون مدل‌های قدیمی بازاریابی که فکر می‌کردن مسیر خرید یه خط صاف و ساده است، دیگه اصلا نمیتونن توضیح بدن الان چی داره اتفاق میفته. ما از یه دورانی که انتخاب کم بود، یهو پرت شدیم تو دنیایی که پر از اطلاعات و گزینه است. و خب این همه چیز رو عوض کرده. خیلی جالبه. پس اگه مسیر خطی نیست، ما چطوری تو این آشفتگی راه خودمون رو پیدا میکنیم؟ یعنی باید یه الگوی دیگه‌ای وجود داشته باشه. همینطوره. ببینید، تحقیقات نشون میده ما تو این میانه آشفته انگار دائما بین دو تا حالت ذهنی داریم حرکت میکنیم. 2 تا حالت؟ آره. یکیش حالت کاوش یا اکسپلوریشن هست. کاوش یعنی چی دقیقاً؟ یعنی وقتی دنبال گزینه‌های بیشتریم، میگردیم ببینیم دیگه چه چیزایی هست، چه اطلاعات جدیدی میتونیم پیدا کنیم. انگار داریم دایره انتخابامون رو بزرگ میکنیم. آها، فهمیدم. دومی چیه؟ دومی حالت ارزیابی یا evaluation هست. که تو این مرحله احتمالاً گزینه‌ها رو محدود می‌کنیم، مقایسه می‌کنیم. دقیقاً. شروع میکنیم به سبسنگین کردن، مقایسه کردن و سعی میکنیم بهترین گزینه رو برای خودمون پیدا کنیم. نکته مهم اینه که این یه چرخ است. ممکنه چند بار بین کاوش و ارزیابی بریم و برگردیم تا به تصمیم نهایی برسیم. پس مثل یه جور پینگ پانگ ذهنی میمونه. هی گزینه‌ها رو باز می‌کنیم، هی می‌بندیم. و جالبتر این که میگید این الگو حتی تو جستجوهای اینترنتی ما هم مشخصه. درسته؟ مثلا شنیدم جستجو برای کلمه بهترین خیلی بیشتر شده نسبت به ارزان. این واقعا نکته مهمیه ها؟ بله. این یکی از یافته‌های خیلی کلیدی تو داده‌های گوگل بوده. جستجو برای کلماتی مثل ارزان یا تخفیف در طول زمان کمتر شده، ولی در عوض جستجو برای بهترین، مثلا بهترین گوشی، بهترین رستوران نزدیک من، خیلی زیاد شده. این یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان خریدار دیگه فقط دنبال قیمت پایین نیستید، دنبال بهترین ارزش کلی هستید. کیفیت، نظرات بقیه، محبوبیت اون برند، خدماتش، همه چی رو میسنجید. یعنی اینترنت از یه جایی برای پیدا کردن قیمت مناسب تبدیل شده به ابزاری برای مقایسه تقریبا همه چیز. دقیقاً. خیلی خوب. پس ما داریم کاوش و ارزیابی میکنیم، دنبال بهترین هم هستیم، ولی چی باعث میشه تو اون لحظه های ارزیابی یه گزینه به نظرمون بهتر بیاد؟ اینجا دیگه حتماً پای روانشناسی و علوم رفتاری میاد وسط، نه؟ دقیقاً. اینجا همون اصول علوم رفتاری یا به قول معروف سوگیری‌های شناختی نقش بازی میکنن. چیزهای خیلی کوچیک و ظریفی که شاید خودمونم حواسمون نباشه ولی رو تصمیممون اثر میذارن. مثلا اصل تایید اجتماعی یا سوشال پروف. وقتی میبینیم یه محصول کلی نظر مثبت داره یا امتیاز بالایی گرفته، ناخودآگاه فکر میکنیم حتما خوبه دیگه، بیشتر بهش اعتماد میکنیم. آها، یا اون اصل معروف کمیابی. بله، اسکارسیتی. وقتی میگن فقط 2 مونده یا این تخفیف فقط تا امشل اعتبار داره، این حس فوریت و کمیاب بودن باعث میشه اون پیشنهاد برامون جذابتر به نظر برسه. اینا مثل میانبرهای ذهنی هن برای ما تو این دنیای شلوغ اطلاعات. و ظاهراً اگه برندها بتونن هوشمندانه از این اصول استفاده کنن، تأثیرش فوق‌العاده است.
یه مفهومی مطرح شده به اسم تقویت هوشمندانه یا سوپرچارجینگ. نتایجش انگار خیلی تکون دهنده بوده. بله، واقعا تکون دهنده بود. توی آزمایش‌ها دیدن که وقتی پیشنهاد یه برند، حتی یه برند کاملا جدید و ناشناخته، با استفاده هوشمندانه از یکی دو تا از این اصول تقویت میشد، مثلا هم امتیاز بالا داشت، هم یه پیشنهاد ویژه زمانی، درصد قابل توجهی از شرکت کننده ها حاضر بودن برند محبوب همیشگی خودشونو بذارن کنار و اون برند جدیده رو انتخاب کنن. وای جدی، یعنی تا این حد؟ بله، این نشون میده اون وفاداری به برندی که فکر میکنیم خیلی محکمه توی این میانه آشفته آنلاین چقدر میتونه شکننده باشه. این برای ما به عنوان خریدار چه معنی داره؟ اولیش اینه که برندها دیگه نمیتونن فقط اول کار یه تبلیغ نشون بدن و آخر کارم موقع پرداخت پیداشون بشه. باید تو تمام طول این مسیر پرپیچ و خم میانه آشفته حضور داشته باشن. باید اطلاعات درست و شفاف بدن، جزئیات محصول، نظرات واقعی بقیه، شرایط تحویل، گارانتی، همه اینا باید راحت در دسترس شما باشه تا بهتون کمک کنن اون مرحله ارزیابی رو راحت‌تر انجام بدید و بهشون اطمینان کنید. یه نکته جالب دیگه هم بود در مورد اینکه ما به چی وفادارتر میمونیم، فروشگاه یا خود برند. آره، اینم جالب بود. یافته‌ها نشون میداد آدما معمولاً راحت‌تر فروشگاهی که ازش خرید میکنن رو عوض میکنن تا خود برند محصولی که دنبالشن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما مثلا عاشق یه برند خاص کفش باشید ولی هر دفعه از یه فروشگاه آنلاین متفاوت بخریدش. شاید چون اون یکی فروشگاه پیشنهاد بهتری داده یا ارسالش رایگانه یا کلاً تجربه خریدش راحت تره. آها، پس این هم برای کسب و کارهای جدید یه فرصته، هم برای فروشگاه‌های قدیمی یه زنگ خطره که مشتری رو ساده نگیرن. دقیقاً، هم فرصت هم تهدید. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، سفر خرید آنلاین خیلی پیچیده تر از یه خط مستقیمه. یه چرخه مداوم از کاوش و ارزیابی هست و تو هر مرحلهش کلی عوامل روانشناختی ریز و نحوه ارائه اطلاعات میتونه روی تصمیم نهایی شما اثر بذاره. حتی شاید بیشتر از اون وفاداری که قبلا به یه برند داشتید. کاملاً درسته. و این یه سوال خوب برای فکر کردن برای هممون باقی میذاره. شما خودتون وقتی دارید آنلاین خرید میکنید چقدر حواستون به این چرخه های کاوش و ارزیابی هست؟ چقدر متوجه تأثیر این اصول، مثلا نظرات بقیه یا پیشنهادهای محدود روی تصمیمتون هستید؟ فکر میکنید اگه آگاهتر باشید خریدتون فرق میکنه یا نگاهتون به تبلیغات و پیشنهادات عوض میشه؟ شاید جالب باشه تو خرید بعدیتون یکم خودتون رو زیر نظر بگیرید و ببینید چه اتفاقی میفته.